тарабхонаи бурак бо дуруду сипос маззаписандонро пазироӣ мекунад. ин ҳама муддат бо пешниҳоди лазизтарин анвои ғизо хизматрасонии олидараҷа мо боварии шуморо ба даст овардем. аз ин ба баъд боз ҳам лазизтар ва болотару зеботар. бурак фазои комилан дӯстона. телефон барои фармоиш 99 999 2008. من سلام عرض میکنم به شما دوستان گرامی قدر. وکیل یعنی دپوتات در دو دوره دعوتی از ناحیه ورزاب مهمان ما است و این دپوتات را در میان همه دپوتات های روی دنیا به فکرم که خوبتر میشناسند، دوست میدارند. جمشید حلیم مهمان در انتظار، مهمانی که بارها نوشته دعوت بکنید اینک جمشید مهمان ما است. جیل صفت زیباگی کم مصرف و اقتدار. درود جمشید جان. سلامت باشید. بسیار خوش آمدید. تشکر. سلام به همه هموطنان، خرد و کلان، پیر و برنا، استادان. بزرگوار سوهروری گفته است که سخن باید از قلب برخیزد. جمشید، من برنامه رو خیلی عجیب و غریب شروع کردم. وکیل گفتم یعنی دپوتات. بسیاری ها شاید عینی زمان خیال میکنند که من شوخی کردم، این یک شوخی است، یک مسحک است. اما بگویید که این حقیقت است. بله، من توجه نمیدونم شما از کجایی رو فهمیدید. یکی شروع کردید که دپوتات، تو من یک لحظه بود جدی شدم. یعنی این کار یک مسئولیتی هست که بر دوش این نفرای گذاشته میشوند که خلق به آنها باوری میکند و در همین ردیف با باوری جماعت دهات صدرالدین عینی از حوزه انتخاباتی رقم 6 از ناحیه ورزاب و دپوتات ناحیوی انتخاب شدن و برای بهبودی در دو دوره در 10 سال برای بهبودی همه حوزه انتخاباتی جماعت عینی و بهبودی خلق در خدمت بودیم. برنامه پیش از انتخاباتی شما چی بود؟ البته برنامه هر یک پیش از انتخاباتی برنامه میشد که خلق به همون یعنی چه احتیاج دارد برای آینده. یعنی این بود در همون دوره بسیار کمبودی بود که برطرف کرده شد و از اون جمله براستی یک دهه بنیاد کردیم. شما گفتید که کمبودی ها، کدام کمبودی ها؟ خیلی در جامعه کمبودی زیاد می شود. جایی که دهه نو تشکیل باشد برق آوردیم، آب گذراندیم، راه ساختیم، مکتب ساختیم، بنگاه طبی در اونجا بنیاد کردیم. همین شوخی به شوخی یعنی با خنده آباد کردید. بله، با خنده باور کنید و این ثبتی همون 10 ساله من دارم. اصلا حاضر در همین جای شما دعوت کردید، من از دور اومدم یک بار وقتی همین سنگ ها رو دیدم، یکی دیدم گفتم چی شما اومدین همون جایی که مثلا ما از همینجا آغاز کرده بودیم برای آبادانی همین باغ ایرم و یک قسمی همین باغ با عهده ناحیه ورزاب مونده بودن و این سنگ هایی که از ما میبینیم من جمشید سنگ، حتی من جای دیگر ده سنگ آورده آهو شینونده و کردیم فواره ساختن از ناحیه ورزاب. جمشید باز یک صحنه دیگر نیز داشته نه، صحنه جمشید سنگ. بله جمشید سنگ، این سنگ به من پدرم توفه کرده بود. خیلی زر بالای سنگ میگم که براستی خیلی دوره هم بود. آخه وقتی ما مهمان داشتیم خواستیم یک جای نشینیم، اینجا رفتیم و شبیه که خواستیم که ما خودم خوراک تیار کنیم، اینجا نمیشد، شیف جنگ میکند، اینجا فلان، اینجا پول دادن در کار، یک کمی پیدا شد در فکر. بله، یعنی این صحنه حقیقت داشت. تا جای اون چیزی که اگر حقیقت نباشه بعد و مردم به دل مردم نمیخورد. در عرصه سیاست شما خود را سنجیدید و چرا نماندید تا آخر در میدان سیاست؟ همین کاری ما میدان سیاست است. فرهنگم چورم میدان سیاست در روی دنیا برای ملت من که حج لازم است. من اینا بیشتر که مثلا کسب از روز سر عقل هستم، از همون لحظه که سر عقل پروردگار به من عقل داد که تو انسان هستی، این در وجود من هست. وقتی کاری که از دست دادم میبی او را مجبوری کردن چی لازم بگذار به ذمه دیگه کار گذاریم،
бо ҳаст ҷавоное ки имрӯз масалан мехоҳанд ки дуруст қувваи бозуи дигар доранд, фикри дигар доранд, пешравии дигар доранд, ба шӯъбаи дигар гӯем агар забонҳои хориҷа дурусттар медонанд. Мо кадрҳои даври шӯравием забони немисӣ хондагем, русӣ хондагем. имрӯз масалан ҷомеа дигар чӣ мехоҳад? Як масалан зарбулмасалнависи машҳури рус Крилов буд, аз он мехондем, аз худмон Убайди Зокони дуруст бисёр зарбулмасалҳое навиштаанд ки беҳад, яъне давраи худашон да. Масалан ман мисол метавонам бигӯям як саҳнае ки аз устод Убайди Зокони аст. Вақте мо хонаи устод Ҷурабек Назирида меҳмон шудем ва ҳамин зарбулмасала ба мо қисса кард. Лули бачаро агар дида бошед вақте мекӯбанд, аз пояш падараш меовезаду ба пояш мезанад ки ма тура чанд бор гуфтам дуруяга ёдгир, дурӯғгӯя ёдгир, ана вая ёдгир, фиребгария ёдгир, барои ки набошам гуфта мегӯяд мебарам дар ягон мактаби олӣ мемонам, мехонӣ ба нони хӯрдан зор мешӣ ту. Ҳамин хел саҳна доштем. Ба зиммаи дигарон гузоштан яъне пишаку муш қаҳрамонаи вай ҳастанд. Баъд вай имрӯза гирем шинохта Томи Ҷери, Томи Ҷери бисёр кӯдакҳо тамошо мекунанд. Хай вая бинед, вақте ки пишак муша сур кард ҷо дорад, яъне зуд ба хонааш медарояд, пинҳон мешавад ва ҳар боре майли буромадан мекунад, ҳис мекунад ки душман даҳни дар дай, яъне пишак чанд бор майл мекунад, намешавад, мехоҳад бурояд, мешинад пишакам. Як каме вақт овози саг мебурод. Вақти садои саг ки мебурод, муш мега ана мана ихе мешавад кохи. Вақти овози саг ки буромад, пишак хоҳи нахоҳи тори дарахт ё гирехта меравад, озод муш мебурод ки чанг мезанам хе мегираша. Пишак мегира мега ҳа ҳуне ман намедонам гуфтааст, ман медонам ту аллакай маро чанг задӣ, луғмаи тайёрам, лекин ман як чида ҳайронам гуфтае. Вақти овози саг мебуромад, ту тамом ё 10 километр мегирехтӣ, чӣ хел ҳози овози саг буромад, ман буромаду ту маро чанг задӣ гирифтӣ, тамом ҳаёт ба охир расид. Ҳамхе нигоҳ кардааст. Мушав гуфта қафо монда, гуфта чӣ ба қафо монда? Гуфта охи ҳамин солу замонда, гуфта 3-4 забони хориҷия надорӣ, зиндагит пеш намеравад. чанде пеш гуфтед ки коре ки аз дастат наояд, чӣ дар кор ин коро кардан ва дар давраи вакил буданатон аз дастатон чӣ коре наомад ки ин ҳарфро задед? Не, чаро наомад? Ҳама коре ки ман пешакӣ аллакай гуфтам кардам. Чаро дар арсаи сиёсат намондед? бархеҳо зина ва зина тадриҷан боло мераванд, соҳиби мансаб мешаванд дар ини он муассиса, дар ини он вазорат. аммо шумо ба таври дипломатӣ аз мавзӯъ дур меравед ва мегӯед ки майдони ҳунар низ майдони сиёсат аст. ба ҳар сурат фарқ доранд. ва савол додед, яке ман назарам ба ҳамин вай афтида болои дарахта дидам, дарахти хушка дидамда, бинед овехта шудааст. имрӯз паго бу дар бодҳои аввали тирамо ё зимистон меафтада. баъд ҳамин мисра ба хотир расид ки мегӯяд дарахти хушк иқболе надорад, самарборе камарборе надорад, ҳама бор аст бар дӯши ҳунарманд, касе бар беҳунар коре надорад. агар ба ҳамин ҳунар лоиқ бошем, оз ҷои лозим шавад масалан даъват кунанд, вай мекунем. ҳамун вазифаи ҷоние ки ба мо боварӣ кунанд, иншоалло иҷро мекунем. занг задед? хай ҳамуҷа аптека ҳаста, як табошаиш гавне ҳамҷа мегирию, баъд одам ки духтур рафт телефони врача мара гӯш кӯ. Хай ана барои ҳамин ҷамшеди ҳалим шудан дар кор. вақти буромади варақаи духтура пасу пеша мебини охи. навера мефората. бидав. ки буд ҷамшедҷон? аз худ ҳамсаратон? Не, вай ки дору шаб наздачини кардиян. ки буд? ҳамсоя дору ва наздачини кардиян. читар ҳамсоя? номи духтура нанавиште. вай телефон духтура навиште, ягон аптека хонда наметавонад. ҳаминам вай аст да, ба дараҷаи савод меомӯзад ки на хонда метавонад, на навишта метавонад, на номша навишта метавонад, хулас тамом. ҳамин хел оҳиста як рӯз як нест писарбача, якта падари вай дошта пир,
ана бечора мусафед хиҷолат ин бача гиҷо шуд ин навишта наметавонист хонда наметавонист вай буд ки хат менавиштанд хулас аз чанд вақт мегузарад ки хат мебиё мусафед мекушояд ҳамин хата нигоҳ мекунад ба дараҷаи ҳусни хат ки мега ҳамин нав мурғовӣ ай дуруни балота буромада ай дуруни лой ягон чӣ нест мебарад пеши ин ҳамсоя пеши вай ҳамсоя пешниҳод мекунад ҳамсоя ҳама аялаб нигоҳ мекунанд мебинанд мусафед хиҷолат хуласиш ки ҳусни хата намеёвад ҳарфа намеёванд баъд мегӯянд ки якташаи мусафед ина шумо ҳамин хата гиред мактаб равед муаллимош я ҳарфӣ ёванд мефаҳмед писартон дар ҷай хата мегиранд меранд мактаб роҳбарияти мактаб дирексия даъват мекунанд муаллиморо ҳама муаллимо аз назар мегузаронанд ҳатто яке мегӯянд дар вақти давидан нанавишта боша муаллим тарбия ҷисмонӣ даъват мекунанд муаллим тарбия ҷисмонӣ ҳама аз назар мегузаронанд ягон кас ягон ҳарфа намеёвад хата намеёванд баъд мебинанд ки аллакай вазъият вазбин мусафед аллакай давленияш бозӣ дорад баъд мегӯянд мусафед дар ҷомеаи мо ҳастанд ҳамин хел нафарое ки ҳамин хел ҳусни хат доранд ино духтуранд шумо ҳамин хата гиред духтурхона равед хаскини дили мусафед бале хата мегирад мерад духтурхона дар духтур медурояд тамоми духтурҳо даъват мешаванд ҳама ай назар мегузаронад ягон кас ягон ҳарфа ягон калима намеёванд баъд мебинанд аллакай тамом нисфи рӯз гузашт мусафед давлениш баландтар дигар вазъият вазбин баъд местад мегӯянд чӣ кор бояд кард мегӯянд ёфтем мусафед мо духтурҳо ҳамамон ҳар хел менависем ҳастанд дар ҷомеаи мо ягона одамҳое ки хел ҳусни хата мехонанд ино дорухфурӯшоанд шумо ҳамин хата гиред дорухона аптека ба мусафед мегирад меравад бегаи рӯз мешавад мери чӣ хел навбат давлени гурда даркардагӣ давлени престамол те вайте инам навбат местад вақти мизоҷ бошад яъне клиент омад шуда вай аптекчи дорухфурӯш пула гирифта ҷавоб досай мусафедам навбаташ мешавам хата дароз мекунад ки дорухфурӯш мегирам ая назар мегузаронам мега бову мебахшед ин доруҳо дар хитой меша моли овардагӣ нестем ҷамшед аммо нафаре ки занг зад ҳамсари худатон буд ба назарам бале бале чӣ шудааст ман бисёр нигарон шудам нигарон нашавед як беморӣ буд бегоҳ ҳамоне ки дар бораи масалан вай мо вақти беморхона бурдем табибон навиштанд ҳамон навиштаҷоти табиба доруяша масалан дорухфурӯшо дигар дору барои ки барои келин бале анамуна нафаҳмидиҳанд ва баъд гуфтед ки набира гуфтам набира ки агар хоҳед шумо аку даводав кунед пеш духтур равед ҷамшед чанд фарзанд доред худо ба шукр 4 фарзанд чанд писар чанд духтар 3 писар 1 духтар бачаҳо зан доранд ҳама не як оиладор аст хоб яъне дигараш донишҷӯ аст соли курси якумда писаро духтарчам ин аввалин набираест ки бояд таваллуд шавад бале шумо чанд сола шудед худатон ман худо хоҳад агар умр боқӣ бошад 52 хелеҳо мепурсанд ки аз куҷо бошад ҷамшед мо зодаи ноҳияи варзоб ҷамоати деҳоти садруddin айнӣ ҳастем бо маъмул дараи ҳаррангон аст харангон навишта шудааст ҳатто дар ҳамон навиштаҷот ҳам хато аст харангон навишта шудааст бале инро бояд ҳаррангон дар ман вақте ки вай шудам вориди музей шудам вақте дидам ки бори аввал хурсанд шудам ба ростӣ ки дар харита ҳаста ки ҳаррангон навишта шудааст дуруст яъне рангоранг бале номи зебост аммо бояд он навиштаҷоти сари роҳро ҳам ислоҳ кунанд дар навиштаҷоти сари роҳ харангон аст чаро дар замони вакилиятон шумо он навиштаҷотро ислоҳ накардед думчи ҳе наёфтем думчи ки ҳе наёфтем пешниҳод кардед барои иваз карданаш ба иҷашам нарасидем пешниҳод надодед ҳозир мо насиб бошад номи деҳа пешниҳод кардем номи деҳаро гузорем инашам фикри бай хуб аст бо касе ки мегузаштам тавассути мошин аз роҳи варзоб мегуфтам ки ҳамин ном ба ман писанд нест инқадар номи зишт аст харангон ва нав фаҳмидам ки мазмунаш чӣ аст аҳсан бар шумо саломат бошед имрӯз ман як кашфиёт кардам барои худам мутмаинам ки ниҳодҳои марбута низ ба инобат мегиранд ин андешаи шуморо ва он номро ислоҳ мекунанд харангон инқадар номи зебост шоирона ташаккур
اونجا مکتب رو ختم کردید؟ بله، مکتبی ما مکتبی زمانوی همون دوره به حساب میشد. تمامی فن‌هایی که یعنی در مکتب درس داده میشد مخصوص با یعنی کابینت خود، یعنی مخصوصا با لابراتوری خود درس گفته میشد. و از اون جمله خانه پیانری داشتیم که زیاده از 22 تا کروژوک فعالیت میکرد. در تمام ساحات داشت، در رسمگیری سر کرده، در بنوارگیری سر کرده، تو موسیقی و اکتیوری و غیره و غیره، استادگی، همه چی بود شرایط. و از همه اساسی دیگرش با نغزش که مکتب به درجه از خانه ما دور بود که تنها بین ما و مکتب 1 تا سیتکه بود. من حتی میرفتم خانه یگان چی یعنی نصف روزی نانشته میکردم، بو برمیگشتم. پنسیونات نزد خانه دارم. پدر و مادر چیکارند؟ چیکار بودند و حالا چیکارند؟ بله، یعنی پدرم دوره شوروی بودن سوداگر. امروزه روبروی خانه نویسنده بوده وای بود. مغازه پایافزال فروشی اینجا در کار میکردم. من بسیار نویسنده و شاعرها رو با من اونجا شناس میکردن. کودک بودم. از این برمیاد که شما شرایط خیلی خوب داشتید، زیرا کارمندان ساحه سودا در زمان شوروی زندگی خوب داشتند. با خدا با شکر. بله، مادرم خانه‌نشین بودن. بعد پدرم بعد پشت خوردن حکومت شوروی خواجگی دهقانی تشکیل کردن. الحال دهقان هستن، خواجگی دهقانی دارن. در عائله چند نفرید شما؟ ما در عائله 6 نفر، 4 پسر و 2 دختر. دانشکده صنعت رفتید بعد ختم مکتب؟ بله بله، یعنی از شما گوش کنید، من خواهش میکنم بیا جای عوض کنیم، چون که این قصه من بسیار عجایب است. وقتی من دیدم که شوی افته بالا که به نگاه شما خلل میرساند، این نگاه هر یک شخصیت پردیار میگن زبان مثلا اکتوری. با حاضر ما و شما با هم پردیار هستیم، یک نگاه شما، یک تبسم شما آدم الهام میبخشد. اگر امکانیت باشد بیا جای عوض کنیم، چون که من وقتی قصه میکنم میبینم شما دقتتون هر طرف رفته است. یک لحظه آن بهترین شد. جای خوب آمدیم. جای خوب آمدیم و او سوال شما هم بسیار بجا بود که مثلا شما دانشکده صنعت رفتید. بله، براستی وقتی حجت آماده شد هم خیلی فکر بود که من باید دانشکده طبی روم. من گفتم من همین در راه خودم میرم، چون که از همون سر عقل من دوره مکتب خوندم، در روی صحنه بودم. مکتب دامم خیلی رکه میشناختن. روزی مثلا امتحانی مهارت در آمدم که یک استاد نشسته است، کلان سال بودن، پیشش آمده پیانینا، خیلی نگاه کردن، چند سوال دادن، جواب دادن که شما جدا بچه شوخ بده دست کجا؟ من گفتم من از ورزاب. و گفتن که شد نباشم. گوش کنید، یک وای میتیم شما باز یک وظیفه، من حاضر همین پیانینا زیر میکنم، شما آ میگید آ. وقتی آواز شما همین در رسید شما داخل میشید، از مهارت میگذارید. پیانینا زیر کردن و من آگوی سر کردم. پاوزه شد، بود توقف کردم. جور آمد صدایتان با صدای پیانینا؟ جور گوش کرد. من بینم که نه آواز پیانینا رفت. با دویم باره با خوش شدم، با بینم که نه با آواز پیانینا من آوازم تمام شد. پیانینا از با گفتم که گفت انا دیدید پسرم آواز شما نمیرسد. شما گفت همون وای دادن که با همون معلومات همین در ناحیه وای لینسک رایون میگفتن، ناحیه لیلینده گفتن، یعنی حوزه رودکی ده هست آموزگاه مدنی معرفتی. شما رفته همونجا اول آموزید این چیزها رو، با بیاید ما شما قبول میکنیم. حجتما در دستم دادن با همین جان خلاص. ما آمدیم خونه. وقتی خدا رحمتی مادرم دیدن که بسیار وضعیت من وضبین، میدونن که من این کسب دوست میدارم و جستجو کردن، گفتن میریم. همونجا رفتیم و از اونجا خلاص حجت سپاریدیم. عجایبیش همین که داخل شدیم. روز اول درس فراموش نمیکنم استاد جورقلوف معلم تاریخ در اومدن، مثلا 32 تا و استودنت اودیتوری ده نام همه را گرفتن، نام من نیست. من اودای با درجه بازاق در دست برداشتم. تو چی میخوای؟ با تو چی میخوای؟ من گفتم میبخشید منم نامم نبرم. گفت شما نباشم بچه‌م زپاسکا. من گفتم نفهمیدم. گفت نفهمیدی؟ همین ماشین گفت رو در افسوده، اگر یکم بالونش کفت شما در کار نکفت، شما در کار. من درک شده میتونید حوز خیز برآمده روید.
من گفتم من اکتوری اومدم، گفت نوشه شینید، من شما فهمیدم اینجا دا گفت همین با زبان هم وقتا بسیار خوب گفت. اینا گفت ممکن بعضی شوفیوری اومدگن، بعضیش تقاضا اومدگن، سلوچاینی اومدگن، شما طاقت کنید یک ورقه گیرید، خودتون دا ژورنال کنید، خودتون دیرکتور، خودتون معلم، خودتون هستونیست میکنید، بها میگذارید، همینو میپرتوین میرن جوی یک تجده شما میشید دانشجو. یک هفته با خودم ژورنال دارم، معلم با میرم هستونیست میکنم، بها میگیرم، اتلیشنی بها گرفتم، هفته دیگر دا استودنت شدم. علاقه یک ماهی گذشته ده من استیپندیه لرینی گرفتم. 20 چند پول استیپندیه بود، من 37 سوم چند تینی همون سایوزی میگرفتم و آموزگاه مدنی معرفتی فعالترین دانشجو آموزگاه مدنی معرفتی رو شعبه تئاتر با بهای خوب و عالی با دیپلم سرخ ختم کردم اومدم. من وقتی تئاتر اصفهان رفتم فعالیت تئاتر اصفهان دیدم، تئاتر خلقی، من تجربه آموزی کار دیپلمی من همونجا گرفتم. یکمین صحنه که در دوره دموکرات علاقه پیدا شد سال 88 دانشجو شدم تا 91 اولین صحنه دموکراتی رو من بازی کردم در تئاتر خلقی اصفهان. نمایشم قطره از بحر نام داشت. همین کار دیپلم را دیدم مثلا با هیجان اومدم، گفتم شما به یگون ماموریت وای میشید دانشجوی دانشگاه صنعت. اومدم ماندات روزی ماندات با کلاس دیپلم مرا از ماندات غلطوندن از سببی که بسیار بود دانشجویان، حتی یه همسایم در برم ایستادگی باز پیش بر اومدم در ماندات چند هزار آدم دانشجو داوطلب. گفتم میبخشید محترم رکتور، من بعد آموزگاه مدنی معرفتی دیپلم سرختی اومدگی چخیر همین کسا میگذرانی من نمیافتونه وای نمیخوندی همسایه من هم خیلی گفتم ده راستی روید سال دیگه بیاید. باز رفتم یک سال دیگه. کی بود معلم کار کردم، به خاطرم نیستم وای کمیسیه بود، از وی کمیسیه رفتم معلم کار کردم. بعد وای اومدم از کدام فن؟ از وقت وای بود در هر یک مکتب وای حاضرم است، وای موسیقی بود، درس موسیقی مثلا دههای دوردست بود، معلم سرود. بله ساحه تئاتر وای در یک سال من مکتب تمامی 8 ساله بودن که تمام مکتب نوحه ورزو با برید، بعد دیگه نوحه ها رفتیم وای تئاتر قتی. خلاص بعد از این سال رفتم شدیم استودنت. یکم یعنی کاری اولین یعنی امتحان بابای 5 که سپردی، دیگر امتحان هم سپری با دیپلم سرخ که این پیدا شد. پرسیدنی بودم که چی شما رو پیوست میکند با گروه غریب شو؟ اصلا تشکیل کننده همین گروه هستیم. ما وقتی دانشجو بودیم در دانشجو هم یک جای بالای خطای ما جمع کردیم که این گذروندیم و پیدا شد گروه غریب شو. یعنی همون ابرسی که بختیار رحیمی فیوخته بود غریب شد، در گرد همین بودیم. جای پناهی نیست. حتی ما با جای رفتیم که با جای 10 روز مثلا گاسترول 40 روز ایستادیم. در هر روز من صحنه رو یک بار دیگرگون میکردم. روز خالی حتی نداشتیم. در یک شهر پنجکین ما 40 روز فکر کنید هر روز 2 نمایش میدادیم. این قدر بچهای بالای قد بود. نصیب همین بوده است، هر کس با برای خودش رفت. چرا پراکنده شد این گروه؟ هر کس هر خیلی شر میدهند. من گوه جست و گریزان از حسن چیله یا اینکه از بختیار از هنرمندان این گروه میپرسم، هر کس اندیشه خودش رو دارد. اندیشه شما نیز مهم است جمشید. از زندگی هستین، یکی اویله دار شد، یکی دید که خونه و در گرفتن در کار شهر ده، اون وقت مبلغ نمیرسد مونده رفت، هم خیر است تا حال برم نگشته است. یکی دیگر مثلا برای خودش رفت گذشت در دیگر نمایش، هم خیلی پراکنده شدیم. یک استحصال یعنی استحصالات بگیم اگر یک کارخانه تشکیل کنیم و هر روز باید یک چی برورد و یک فروخته شود. یا امروز صنعت یک حالتی هست که مثلا نرخی گرم بودن تالارها یعنی رکلام گرم بودن، همه این به همون برخورده میبیارد که پراکنده میشوی، چون که نمیتونی که هر روز نمایشتی و مبلغ جمع کنی وای کنی تقسیم کنی، همه گپ در سر مبلغ میرود. دستمزد خوبی نمیگیرند، نمیرسد به زندگی. بعد تمام باید وای نباشی. بود دیگر روشمن عبدالله دوست خاکساری یک نویسنده بزرگ بود، حتی من نمیشناختم وای عبدالله دوست خاکساری است. من وای فقط در همین کوچه مرکز میدیدم که یک چی میگفت و میرفت میومد. یک روز ادبیات صنعت کشم گازته میبینم عبدالله دوست خاکساری یک باور کنید قصه نوشته است. من پگاس هر خستم راست اومدم همون جایی که اون کس راه میگشت میرفت میومد درم پیش شروع اولی یک صورت در دستم همون حالتی بود که مثلا از زمین وای شدم. گروه ها
دلسرد شدم حالا که در خانه بودم در قریب یکون 50 روز 60 روز 2 ماه زیاده در فکر. چرا دل سرد شده جمشید؟ خیلی وقتی که در جایی که کار پیش نمیره احترام تا نمیدونن میگن همون یک لحظه نیست که اشک بروی میشگون از میشگون وای میشود جوری میشود. حادثه شد که شما رو دل سرد کرد وقتی که شما گفتید احترام رو به جا نمیارند؟ در کجا احترام شما رو به جا نآوردند؟ برادر در چی میگن هر سر در هر خیال است اینا آدرس قطعی گفتنم حالا که چند سال گذشت میتونید نامشون رو نگیرید جمشید اما بگویید که چی حادثه بود؟ حادثه همین نافهمی اخی من همین چیزایی که از من پیشتر گفتم عیناً همین به احترامی به نرسیدن مبلغ به احترامی و غیره ها یعنی بعد همین حالتهای چی است زندگی مبارزه است اینا همش یک طرف است. خلاص قصه عبدال همین جواب شما همین نوشتجات عبدال دوست خاکساری می شود. وقتی که اومدم همین سوال شما همین سوال عینم دادم استاد گفتم بخشش من همین خیلی جوان همین خیلی ختم کننده همین اومدم همین رو نمیدونم چیکار کنم. بسیار چیزی خوب نوشتن با 4 مصرع نوشتگان همین صورت افسوس که من نمیدونم که جلوی نویس که تو اگر انسان باشی یعنی تو خمردی خوزند به همین سن سال رسیدی حتی سن سال تو خودت که ندانی در کجا چیکار میکنی تو خودت فکر کن چه انسانی. بعد گفتن که بچه دیدی که این رو نمیشد این طرف رو دیدی این رو نمیشد این طرف رو دیدی این رو نمیشد انا این طرف رو انا برای دیدیم که این رو نمیشد خوشبختانه با دیگر روش پیش گرفتیم رفتیم بعد کمیته تلویزیون با شبکه‌های تلویزیونی رفتیم و با خوردیم استاد خلمرو صدیقه برای سال نوی بود سال 2000 بود و روبرو شدیم هم صحبت شدیم و کار با نصیب بود است شروع شد با لحظه های گوارو. بله حالا در لحظه های گوارو هستید یا نه یا لحظه های گوارو نیست زمانی شنیدم که پراکنده شدن هنرمندانش یگون این همش یک ارزو جون شما کسی که در حوزه گفتم که همه بار از بردوش هنرمند کسی بر به هنر کنه. ما در صحنه ها گل بیبی رو همراه نصرالدین میبینیم اونجا خلمرود نیست گوگو شما نیستید؟ ما خوشبختانه در همون هر جایی که دعوت میکنن 4 نفر در کار باشه ما همونجا هستیم. نه که حاضر برنامه خودش یگونجا به نمیرد چرا؟ شبکه ده این سوال برای من دخل ندارن. این سوال به من چی دخل من نمیدونم چرا من هم شما چرا میگم دایم شب و روز و اون حالتی که مثلا گلبیبی ابوالخیر و با استاد ناصر نورالدین بازی میکن اون شبکه اینترنتی پیدا شد و از بیکار استودن خوب بود. من هم یعنی شبکه خودم رو تشکیل کردم خواندم درست اونا هم شبکه خودشون رو گفتیم خیلی ایستاد این لحظه گوارو با 4 نفر 5 نفر هم اینترنت میدونید که مبلغ نمیداد. خوشبختانه اینش هم بستن یعنی دیگه شبکه‌های اینترنتی مبلغ کار نمیکنن غوغا بسیار کشید. یک بار خوشبختانه پروردگار هم میبیند که الکی همه برای مبلغ جنجال و غوغا دارن اینش که شما شبکه کشید و ایش که شما پول کار میکنید همینش هم برای بستنده شما میدونید که حالا شبکه شما چی حال دارد؟ خوشبختانه از این سوال شما بسیار بجا اومد. ما باید همه یک جا باشیم. شبکه ما رو دزدی کردن شخصا خواندن درست رو با خارجی یعنی از نفرایی که زبان انگلیسی نقض میدونن من خواهش میکنم که در همون کامنتاری نویسند که یعنی شما کی هستید چی هستید. شبکه مثلا تاجیک برای خواننده ملت تاجیک است برای مادر تاجیک است پدر تاجیک است فرد تاجیک است دزدی کردن و چه خیلی همون و این ما رو یافتن آسان بوده است. از یک نفر من گفتم گفت شما بسیار آسان نوشتید من نام خودم نوشته بودم همین خیلی و رقم مونده بودم دزدی کردن یک 3 ماه شد دیگه کس استفاده میبره در خارج کشور. حاضر پیداش کردید؟ برنامه سازا پیدا کردن در کار گفتیم که همین خیلی مای میکردی باید عرضه می نوشتی درخواست که شبکه منه و اینترنت بسیار کارش درست است من حس کردم و میکنم برمیگردونم. نفری که اکانت شما رو دزدید پیدا شد معلوم کرد خودش رو که کی است؟ نه خودش خودش پیدا کردگی نیستیم نه که دزدیدگی استفاده برده است نمیتواند. با فکر من این کاری کدام یک ادمین مأموری همین
تکنیکی است؟ نمیدونم، شاید کسی از اون که دیده است در همکاری کرده است معلوم می شود. به نظر من این کار رو فقط همین ادمین یعنی مأمورانی تکنیکی میکنند. بله برای که نه به 100,000 قریب رسیده بود. ما با دیگر شبکه هم کار کرده بودیم پیشتر و به 100,000 رسوندیم. با همون گپی همون مبلغ می رود، نفهمیده رو سر می شود جایی که وای باشد. چند نفر مراجعت کردیم گویا وقت نداریم خیکران در کار. ولی هر اکاونتی که میکشوید جمشید جون با نام و نسبی پورای خودتان بکشوید، رمزهایش رو خودتان حفظ کنید، تلفن خودتان رو آنجا درج کنید. همش همین خیلی است، نام خودم است. نه گفتی شما کسی هست که میدونسته است ممکن فروخته باشن، ولی همین نفری که به نزدیکی یک بار مایلی برگردوندن کرد فکری ناز گفت این کسی هست که معلوم است از همینجا فروخته باشد گویا. درست است. من هم برای همین حق دارم. برای خارجیان شبکه های ما چی لازمند؟ این یک و دومش که گوگل، سیستم گوگل هیچ وقت انسان رو فریب نمیدهد. بله من به همینش قائل شدم که حتی یک سنت یک دیرم حفظ میکند. بله بسیار خرسند شده بودم که اینجا جایی هستی حقیقت بوده است. جمشید جان، یک وقت من شنیدم که کارهای شما کم چخیل به پلیس افتاده بود، گویا شما رو دستگیر کرده باشند. این همین گونه یک هزل بود یا چی بود؟ شرح میدهید؟ این همش یک افسانه، یک چی بود؟ هر دور یادتان هست؟ بله کی تشکیل کرد این کار؟ نمیدونم. این اون وقت شبکه‌های اینترنت دیگه هر گپ و هر کلوچه هر روز پهن میکردن. شاید برای کسی گرفتن پادپیس چیک میگن با زبان. بله. یا که زیاد شدن فالوورهایشان. بله این دروغ بود و هم خموند. درباره این گپ هم زدن لازم نیست. و شما نیز به دنبالش نشدید که کی اینو وزرا پهن کرد؟ شما آرزو ایسوف میشناسید؟ آرزو ایسوف میشناسید؟ همین ردیف در یک گپ یک غزل بسیار نغز نوشته همین آرزو ایسوف. حاضر اگر شما این غزل دونید با من با یاردم میکنید. در گنجش در نمونه میگه در شرح لقا آینه نیرنگ ندارد چون ظاهر آدم 101 رنگ ندارد. بر شیشه پاکیزه دل سنگ میانداز که این شیشه اندر بغلش سنگ ندارد. تا نم نکشد از قبط خاک بناگه آهن به تنش پیراهن زنگ ندارد. بالا نرود عزت نی از سر چوبه در پرده اگر لرزه آهنگ ندارد. از اوج گوهر نیست از انگیزه خاراست آن دل که صدف ریزه ارژنگ ندارد. بر دلکده آرزو با سول قدم مان که این دلکده تاب و تب جنگ ندارد. زچه بگندگی. عجب. وقتی شما مرا دعوت کردید یک مرتبه برنامه ده من در همین از خود کردن همین غزل بودم خرسند شدم. این وقت ساعت هیچ کی معین کرده نمیتونند که با اومدم و توقف شد که ما بعد چند ماه دیگر با خودمون. اما من خیلی منتظر این برنامه بودم. اولا سپاس برای قرائت این غزل. فخر کردم واقعا جمشید از زبان شما شنیدن غزلی که من نوشتم. میدونید من رو چقدر خوشحال کرد. سلامت باشید. و اون زمان که من تصمیم داشتم شما رو دعوت بکنم فقط این خواهش من نبود. علاقمندان هنری شما مخصوصا مهاجران مهنتی برادرهای ما که در فدراسیون روسیه زندگی میکنند درودی خداوند بر آنان. سلامت باشند. فقط می نویسند که جمشید رو دعوت کنید، جمشید رو دعوت کنید. وقتی ما با یک برادر عزیزمون علی مکر رو امین ماه شریف رمضان سفر کردیم با روسیه. گفت که جمشید وقتی من بار اول اینجا اومدم گفتم که میگن همین روسیه در بچهای توجیک هستن. میگم قدر میخواستم بینم هیچ کی ندیدم زیق شدم. این وقتی میگه با شما اومدم این قدر مثلا مهر محبت و صمیمی و مهنت و بعد دویم همین سخن میگم که برادر اون نفری که میخواهد کار کند کار هست. نفره میرن کار نیست خیر بوده است فلان به احمدان همین حیات خودش همین سر خم میکنی کاری خودت میکنی مینتی کج دست نمیشنوی. درست یک
برای مهاجرا گفتید یک لطیفه به خاطر رسید. یک نفر میرود و اینجا بیچاره اویله انتظار نیست. اویلش بیچاره کجا شده باشه از رفیقاش در میوبد رقم تلفنش میگیره زنگ میزند یک هاوس آواز بینید که لبا ای مردک جون ای لبا یمونیدی اوستون قاوس شده است شما کجا شدید و رفتگیتون چند ماه شد و اینجا زندگی مجموعه و بیش و کمی است. هر شب در آسمان مهتاب نیست. یگون مبلغ یگون چی روان کنید. ما انتظار شما بچه ها قطعی گفته است زنک مبلغ چه میکنی 100 بوسه روان کردم خاموش کرد از تلفن. اومده است خوب فکر کرده است یا با خیش و تبوری از برادرها است یوردم با همین یک ماه نگذاشته گفته است استخدام نمیشد. زنگ میزند که با هم آواز لبای خیر رفته یکون جای گرم یافته دیگه. تا مردک جان من این اویلی شما شناختم گفته مردک جان میبخشید و همون 100 بوسه روی کرد کو گفته است انا همسایه قرضدار بودم 40 تاشه همسایه دادم. هر روز گفته 5 تا 18 نان میگیرم. خیریت گفته همین مسافرکشو شهر میدارن بین مردم ده نمیگیرن. اگر گفته همین خیلی باشه بوسه روان کردی که نباشم گفته قرضا زیاد میشوند. عجیب. جمشید در فعالیت ایجادی شما بود روز یا لحظه بسیار سخت و سنگینی که فرا رسید و اما در برابر سختی این لحظه سنگینی این لحظه شما مجبور بودید که روی صحنه بیایید و مردم رو بخندانید. این گونه لحظات بود میشود. همه میدونید که حتی وقتی در صحنه کار میکنیم من کاری صحنه رو بعد همون آموزگاه ختم کردن کاری صحنه رو از تئاتر لاهوتی آغاز کردگی من یاردمچی بودم. حتی یاردمچی صحنه بودم. باور کنید وقتی که همین مای یاردمچی کارگردان یاردمچی کو صحنه رابطی بگفتیم صحنه آرایش میدادم چند وقت فهمیدی جای مثلا ما این سخنم شنیدی در یعنی شکسپیر اساسگذار تئاتر دنیا است گفته بود که تو اگر چنگ صحنه رو نخوری تو اکتور نمیشوی. بسیار این خیلی چیزا خیلی زیاد بودن لیکن ما برای تماشابین نشون نمیدیم. ولی نقطه نظر من نسبت به هنر و هنرمند کمی دیگرگون است. اصلا میدونید تئاتر جایی که هنرمند روی صحنه میآید برای من همین دیوار است همین خیش گیل دیوار پرده چراغ یک چیزهای مقرری و عادی اند. من فکر میکنم به نظر من جان تئاتر نیروی تئاتر انرژی تئاتر این هنرمند است. برتر از همه هنرمند است پیشتر از همه هنرمند است بالاتر از همه هنرمند است. ورنه این 4 دیوار و خیشت و این چراغ و این آرایش این صحنه خالی و این جایهای نشستی خالی باکی در کار است. اگر هنرمند نباشد اگر شما نباشید با ذهنی کند آسان نیست کردن درک معنا را با دست تیزی معنی بدروان این کشته ما را. با میدان سخن امروز پا مانده‌اند کج پایان از آن ترسم که رسوا میکنن املای این شعرا. امپلوی ایجادی شما کمی مسحکوی است. کمی نه حتی اگر پوره بگوییم اشتباه نمیکنیم اما با این جثه با این قامت زیبا با این نگاهی عمیق با این چشم هایی که کارگردان ها دوست می‌دارند یعنی همه کارگردان ها چشم های کلان و چشم های بسیار جاذبه دار را دوست می‌دارند. شما می توانستید که در دیگر جنبه های هنری خودتان را بسنجید اما بیشتر به مسحک رو آوردید. چرا؟ از همه شکسپیر قید کرده است که ژانر مشکل ترین در ساحه تئاتر این کمدی است حجب است یعنی مشکلش و در دیگر جبهه هم من یعنی اشتراک کردم خوشبختانه یک فیلمی مادر یک پسر بچه یتیمی رو بازی کردم که در فصل زمستان سردی میراد هیزم جمع میکند و همین وقت یک مادر با دههای دیگر سفر میکند که یعنی گرگی داشتی سگی داشتی او رو پیشگیر میکند و در حالت جنگ شدن اومده در یعنی آغوش همین صغیر بچه میافتد. وقتی که مادر آن رو یافتم گفتم وای میکند خلاص میزند سگی وای رو
خونخور سور میکنن پسر بچه و بعد میبیان خونه همین قصه است یعنی در دیگه جبهه گفتید دویم خوشبختانه من 4 سال هنری اکتوری رو از هاشم گدا آموختم این رو گفتنی بودم که کمی از حرکات هاشم گدا در شما احساس می شود و هر لحظه باید کس مرا میگفت که جمشید تو شور شو کی از او به تو میکشیده بین اینها و هاشم گدا فیلسوف است در بین اینها استودنت هایی که همکورسای من بودن و میگفت که تو فلان میشی تو بیزنسمن میشی تو میلیتسا میشی تو دوست میشی شوخی میکردن اون که حقیقتا میگفتن که همه همونو در حق همه خیش شد استا گفت استا شد و بیزنسمن شد و فلانی هم خیر رفت و در همین ردیف از کورسی ما من اکتور شدم خوشبختانه میروژین از سوهای راوی شدن خیلی دیگر رو با کار خود دیگر رفتن راستی دیگر از این کور اصلا پاماندن های خیلی وسیع شما و استوار قدم زدنتون شباهت دارد به هنرمندی مردمی هاشم گدایف یک جای بسیار عجیب که همین قصه باش ذکر کردم استاد هاشم گدایف و آخران امتحان دولتی وقتی ما که کادوشو رو سپردیم من نقش کادوشو بودم بعد سفیری وای میدر اومد اونجا انگلیا و باید هم میدر اومد و میگو من از روی دور اومدم و تشنه هستم شب روز بسیار وزبین ترین است ما از سال 92 دانشجو شدیم تا 97 باور کنید همه در فکر همین قدر نون یافتنیم و دور اومد سفیری همون انگلیا بازی میکردگی گشت طرف من گفت که ما خوش آمده کردیم گفت که میبخشید کمتر نون نمیتید من نون خورم شما فکر کنید حقیقت خیلی سخت همین گپ وقتی گفت من علاقه کادوشوکو من گفتم چی؟ که گفت که نون من گشتم وزیر میروزین اصلا گفتم گوش کن فیرات کن سربازای این میمون از کجا اومده برده جوش دمونن ما خودمون برای همین قانون همین جای انتظار شده و اشتگیم نون کوفته استیم گفتم همین گپ از زدم برابر که به درجه تولور خنده شد حاضر جوابی کرده بله همین استاد هاشم گدایف خندیده همین خیلی از کرسیشون غلطیده همین خیلی نشست تو موبایل صحنه قریب خندیده اومدن همین پود زده و کار فراغت برداشتن فهمیدید همین تولور دیگه هم چند لحظه خنده قرصک مفت همین خودمون از همینجا مسئله نون قطعی پرابلم داریم تو میمون خود حرمت که برداریم میمون اگر فیلم تیتانیک رو بگیریم فرض کردیم من همچون کارگردان این فیلم با شما پیشنهاد کنم که جمشید نقش قهرمان اساسی لیوناردو دیکاپریو که بازیده بود اون رو میآفرید یا رقیب لیوناردو دیکاپریو مردی ثروتمند را و یا ناخدا کاپیتان کشتی رو کدامش رو انتخاب کنید؟ ندارد کدامش رو از یک تاش رو انتخاب کنید جمشید یک تاش حاضران در فکر نقش اساسی قهرمان رو یعنی اون نقش رو که لیوناردو دیکاپریو بازی کرد اون رو یا رقیبی لیوناردو دیکاپریو مردی ثروتمند رو یا ناخدای کشتی رو کاپیتان کشتی رو تشکر زیاد برای باوری اگر امکانات باشد همچون کارگردان دستگیری کنی هر چیشم باز میکنم یک تا خب جمشید جون لیکن با فکرم این بیشتر اکو کارگردان انتخاب میکنن که من همون وای باز میکنم کاپیتانا با سین سال وابسته چی من چی دروغ کردن که رول یک کسی دیگر صاحب شدن که شاهدی بودم که در برای رول تقسیم کردن وقتش بود در تئاتر جنجال میشدن شما چی به مرا این نقش دادید من این نقش بازی میکنم هم بعضی هنرمندای خیلی گپا بسیار میشده حاضر هنرمندی بیچاره همون نقش بودگیش هم نمیواد بازی در کدام تئاتر برای گرفتن نقش در تمام تئاترها این کار بود اینا مثلا هنرمندای بزرگ هستن با یگون برنامه آینده دعوت کنید ممکن همین با شما با نقصتر اونایی در تئاتر کار میکنن میگوین که میشود که میخیزن راست میگوید که این فلانی نمیارزد این نقش من باید بازی میکردم حالا که گفتی شما کارگردان ها چشمی وای دارن زیرک دارن دوربین دارن برای این بود دراماتورگ لازم پیش از همه که این چیز نیست نویسنده بهترین لازم برای اون که نیست به حرف کلان گفتن در کن نیست اینا باید فکرش امروز کردن در کن وگرنه دیر می شود به هر صورت جمشید جان امید میبندیم که هنر مخصوصا صنعت تئاتری خریدار خود را در بازار هنر پیدا می کند و روزی فرا می رسد که
الکی هنرمندان ما برای گرفتن این یا آن نقش بین هم بحث و مناظره جنگ و جدل نمی کنند و اصلا وقت نمیابند برای آفریدن نقش ها از پیشنهادات خیلی زیاد در این تئاتر، در آن تئاتر، در این فیلم، در آن فیلم، کاش که همان روز فرا برسد. با همین تمنیات نیک، با همین خیال بافی های نیک برنامه رو به انجام میرسونیم. در نهایت من به شما خیلی سپاس میگویم و یگان شعر هجوی، یگان لطیفه هست که برنامه ما رو امروز به انجام میرسونه. بله وقتی که درون باغ آمدیم براستی همین نفر حاضر من رو خورد، من گفتم که برنامه دارم درون باغ دا. بعد گفت شما چی بیجاده وای میکنید، یعنی ثبت میکنید برنامه دا عجایب که من گفتم من یک برنامه دعوت شدگم سوال میتین. بعد گفت شما همه یک قصه داشتید وقتی باغ دا باری اول وارد میشدید. من گفتم مایلش، گفتم دیوشکا جان پدرشکا قلسان مایلش می، گفتم دیوشکا جان پدرشکا قلسان مایلش می، بعدی باغ پشت دیوال دیویژن قلسان مایلش می. گشتم تا گیزالا نگاه کرد، گفتی افتی خنک بس کن گپی بیمزه را مردم ها بینن اگر شرمنده قلسن مایلش می. گفت همه دیوشکا جان شرمنده سه بومیدیه سینگی من سی و من I love you مایلش می. همی گپا گفته بودم که گاش گیزالا نگاه گفت که یک قاچ، همی قاچ فهمیدم که یعنی ما شدن در کار. انا وقتی آدم جنجال کنن تب خیره دیگه قاش بالای بینی، بینی بالای لو بالای معنا کشول، همی تا دسته پچق موبایل باغ می بیام، همی تا سر تا می بردارم نگاه میکنم. بعد میچش یک دختره که زیبا قد بلند قامت بلند گردن درازی میکنه، در میان هر دو قاشش خال بازی میکنن. تمام گپا فراموش کردم. یکی از تیزگویک به خاطر رسید، همین تا نزدیک شدم گفتم عشق عشایق عشق و عشقه، ای نوری ادایق ادیق و ادقه، یک بوسه صدایق صدیق و صدقه، نفعش به نفایق نفیق و نفقه. نه هم خیلی کتگی داشتم که یکی گشتم تا گیزره نگاه کرد، بعد میچش گفت که ای قاق قاقایق قاقاقاقا، بینید پچایق پچیق و پچقه، من بوسه ندایق ندیق و ندقه، ها اکم هازی شما را شتایق شتیق و شتقه. گشتم نگاه کردم اکشه 120 کیلو میبرم خیلی استادگی. من گفتم من فمایق فمیق و فمقه، هازی آستگ من دفایق دفیق و دفقه، دست ویدن تو نفقه. جمشید براو، من گپایقی گپیقی گپقه ندارم دیگر با شما. من برای این شعرهای هجوی فمایق فمیق فمقه برای مخلصای مهربانی که ما رو شنوا هستند شما اینجا یک نوای نای میگذارید، چون که یک بار دیگر اونهایی که فراموش کردن دور رفتن، میری وطنداری پدر و مادر، دهات، ایلا، قیماق، شیرچای، نشستن قنچای، تاب دادن، نوشیدن، برادر یاد کردن، خواهر اپا خبر گرفتن. همین شعر گفتید، همین شعر میخونم به خاطر برنامه شما که بسیار تماشابین دارن، از اون جمله در خارج کشور گوش میکنن، حلاوت برن. قربان. کوه و دشت و تپه و ایلاق میفارد مرا، کوه و دشت و تپه و ایلاق میفارد مرا، نان جوی و سیاه و قاق میفارد مرا. من نمیخواهم شراب و قیله و سیخ و کباب، دنبه گوسفند و هم قیماق میفارد مرا. در حیاتم من نکردم جیپ و مرسیدس هوس، بره و بغزاله و تیلاق میفارد مرا. دختری لاغری ناکاری نمیخواهد دلم، دختری لاغر و ناکاری نمیخواهد دلم، یک میان باریکه که نلقاق میفارد مرا. جستجوی شاه زمان، جستجوی شاه ایران، جستجوی آرزو جان باشد اگر شعر و غزل. وحدت ملت تاجیک، بخت ملت تاجیک، خان آباد ملت تاجیک، استقلالت ملت تاجیک، محبت صمیمی ملت تاجیک میفارد مرا. خوب عزیزان دل من، یک عمر خندیدن و خنداندن شوخی نیست، کاری آسان نیست. و من همیشه و همیشه ایمان می آورم به هنر
شیرینکاران، بزلگویان، هجونگاران، مسخره بازان حتی گاه فکر میکنن که همه ما هنرمندان مسخره بازیم. با آن خاطر روی صحنه میایم که خاطر کسی را شاد کنیم با هجو، با متاعبه، با شعر، با ترانه، با سرود دل آدمان را شاد کنیم. یعنی بهترین عنوان برای شخصا من و فکر میکنم که برای جمشید جان هم همین است، مسخره باز. بهترین مسخره باز. این بهترین عنوان است فکر میکنم برای ما که اصلا مسخره بازی میکنیم و مسخره بازی ما هیچ یک زشتی، سیاهی، تاریکی در باطن خودش ندارد، زیرا ما با مسخره بازی خود، با شیرینکاری خود دلهای آدمان را شاد میکنیم. این رسالتی خیلی بزرگ است برای آدم. برنامه رو اینجا افسوس به انجام میرسونیم، ولی با امید اون که شما افسوس به انجام میرسونید، سخن بهترین اینجا گفتید و میگوید که در حیات هر نقش خودش رو بازی میکند. طبیعت روزی گرم و سر دارد، چمن گلهای سرخ و زرد دارد، کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما در دارد. جای انتخاب کرده شما بهترین است. وقتی میبینیم خزان میرزد، دستگیر کردید، میبینید انا فصل پرفیض و پربرکت است. خاندان ما و شما هم با همین برنامه‌ای که امروز بسیار در بین مردم مشهور است، شنونده خود و تماشابین خود را دارد. آرزوی سویفده برادر ده برار میخوام اصلا قلمشان بسیار تیز باشد. اصلا درباره امروز باز تربیه نسل نو از جوانای عزیز ما، از اون جمله خانداری بسیارتر میخوام نوشته کنن، ما از خود کنیم به دیگران رسانیم. برار میخوایم برای شما. قبول. سپاس. بهار هنر به خزان باد. خیر.